سلام و درود بچه ها. امیدوارم هر جا هستید حالتون خوب باشه. راستش یه چیزی ذهن منو الان مدت هاست که درگیر کرده و گفتم که موضوع خوبی میتونه باشه راجع به صحبت کردن دربارش و خواستم توی این ویدیو راجع به همین موضوع صحبت کنم. الان هیچ جای کره زمین وضعیت زندگی خوب نیست. هیچ جا هیچ کس اونجوری که باید آرامش نداره، اونجوری که باید توی رفاه نیست و همه جای کره زمین دستخوش حوادث بیشماری هستش الان به نظر من. نمونهش این که ما خودمون تو اروپا هستیم و از وقتی که جنگ اوکراین شدش همه چیز عوض شد. خیلی خیلی زیاد همه چیز عوض شد، چه از لحاظ شغلی، چه از لحاظ کاری، چه از لحاظ هزینه هایی که پرداخت میکنیم و همه چیز عوض شد. یعنی در واقع الان اروپا نه واسه نقطه خاصی نیستش، هیچ نقطه‌ای داخلش نیستش که اوکی باشه شرایطش و در واقع همه جای اروپا الان مشکلات خاص خودشون. خب میریم سراغ انگلیس. به انگلیس هم که سر میزنی بچه ها راضی نیستن. اونا هم میگن که آخ اینجوریه اونجوریه، اینجوری نبود اینجوری شده، what the fuck. میریم سراغ کانادا. تا جایی که من میدونم آشناهای من که کانادا هستن، اطلاعاتی که از کانادا میاد، کانادا هم همچین وضعیت رو به راه نیست و زیاد هیچ چیز اوکی نیست. یعنی هیچکی یه چیز خوب نمیگه از اون کشوری که توش زندگی میکنه. استرالیا همینطور، آمریکا همینطور، اروپا همینطور، سمت ما خاورمیانه که اصلا ولش کن. در کل هیچ نقطه الان رو کره زمین نیستش که به نظر من توی شرایط خوبی از لحاظ از همه لحاظ ها باشه. یا مثلا الان علاوه بر شرایط جغرافیایی که همه جای کره زمین وضعیت خوبی نداره، از لحاظ فرهنگی و اینا هم خب به هر حال خیلی تغییرات به وجود اومده. همه چیز عوض شده. یعنی تو هیچ جوره در آرامش نیستی. ببین سوالی که واسه من پیش میاد و دوست دارم این سوال رو از بقیه هم بپرسم که ببینم نظر اونا راجع به این سوال چیه. آیا به نظر شما ما توی این کهکشان تنها هستیم؟ کسای دیگه به جز ما توی این کهکشان زندگی نمی کنن؟ نظر شما راجع به این سوال چیه؟ حتما واسم کامنت کنید که نظرتون رو بدونم، چون که این سوال ذهن منو خیلی وقته که درگیر کرده و من به شخصه با تمام سلول هام اینو باور دارم و بهش معتقدم که به جز ما کسای دیگه هم روی این کره زمین رو نمیدونم ولی توی این کهکشان هستن. و خب همیشه راجع به این موضوع خیلی کنجکاو بودم، علاقه داشتم و دنبالش بودم و میتونم به جرئت بگم تنها موضوعیه که راجبش میخونم، دنبال میکنم و چند وقت اخیرم که متوجه این شدید که تمام رسانه‌های خارجی راجب حضور فرازمینی ها صحبت کردن و بالاخره بعد از سالها گردن گرفتن که بله فرازمینی ها وجود دارن. کنجکاوم بدونم آیا معتقدید موجودات هوشمند فضایی به سیاره زمین آمدن؟ من یک قدم جلوتر میرم. نه تنها خیلی وقت به زمین اومدن، بلکه هنوز همینجا هستن. هنوز منتظر اون پیام هستید. ولی مردم در زندگی روزمره دارن اونا رو میبینن.
That's the communication that's already here. And that statement seems so incredible that حرف شما خیلی مهیجه ولی سخت باورش کنیم. ممکنه خیلی‌ها که اینجا حرفتون رو میشنون باورش نکنن. کنجکاوم بدونم اگر بخواید احتمال عددی وجود موجودات فضایی روی زمین را بگید چه عددی بهش میدید؟ extraterrestrial intelligence has visited this planet, what probability would you assign? 100%. 100%. That's not just my opinion. این فقط عقیده من نیست. سند بودجه ملی ما رو ببین. من همیشه منتظرشون بودم. همیشه مثلا واسهشون فرکانس میفرستادم که بیاید منو ببرید. نمیخوام تو این سیاره باشم. چون به نظر من کره زمین گوشه به گوشش الان یه مشکلی داره و این مشکلا در یک صورت فقط حل میشه. اونم در صورتی که همش نابود بشه و حتی نسل انسان و بشر هم از بین بره. چون واقعا هیچ جا الان حالش خوب نیست. همه جا یا جنگه یا هزار تا مشکل. یعنی اصلا نمیدونم من کدومش بگم. انقدر که همه جا همه چیز پیچیده تو هم دیگه. میگم اصلا اگر جایی رو میشناسید که حالش خوب باشه و مشکلی توش پیش نیامده و اوکیه، حتما کامنت کنید، معرفی کنید که منم بدونم اونجا کجاست. مثلا سال 1947 توی یه منطقه به اسم روزویل یه چیزی توی آسمون دیده شد که شبیه تخم مرغ بود و اون به زمین خورد توی مکزیک و بلافاصله این سفینه‌ای که به زمین خورده بود به کجا انتقال یافت؟ به منطقه ایریا 51. نمیدونم راجع به این منطقه چیزی میدونید یا نه. ایریا 51 یه منطقه فوق سریه که توی 130 کیلومتری لاس وگاس هستش و این منطقه هیچکس اجازه نداره به این منطقه بره. هیچکس حتی هیچ عکس درست حسابی هیچی از این منطقه نداره چون این منطقه یه منطقه فوق سریه. فقط یه عکس از این منطقه از بالامم گرفته شده که هستش و دیگه هیچ چیزی به جز اون عکس نیست. تمام کسایی که توی این منطقه کار میکنن اجازه ندارن از این منطقه به بیرون بیان و مدام هم تهدید میشن که اجازه ندارن اطلاعات داخل این منطقه رو به خارج از این منطقه ببرن و کلا اگر یه روزی از این اطلاعات به دست کسی برسه یقه اونا رو میگیرن و به درشون رو در میارن. اینه داستان منطقه ایریا 51. همون سفینه‌ای که گفتم توی منطقه روزویل سال 1947 سقوط کرد و بلافاصله بردنش توی همین ایریا 51. داخل اون سفینه 4 بدن پیدا کردن که از این 4 3 مرده بودن و یکیش فقط زنده بود. این سفینه و این چیزایی که داخلش بود گفتم همه رفت منطقه ایریا 51 و دیگه هیچ کس نمیدونه که چه اتفاقی افتاد، چه آزمایشاتی روشون انجام شد، چه چیزایی رو به دست آوردن. کلا انگار دلشون نمیخواد هیچکی از این موضوع چیزی بدونه و من دلیلشون نمیدونم که چرا دلشون نمیخواد کسی بدونه. در کل به یه تایمی رسیدیم که من به شخصه از زندگی روی این کره خستم. دارم با قهقرا میرم، فقط بذارین برم. و واقعا چندین ساله که از وقتی که خودم رو شناختم بزرگ شدم علاقه خاصی به آدم فضایی‌ها و موضوعاتی در این قبیل داشتم. مثلا تمام فیلمایی که میبینم یا دیدم موضوعاتش راجبه همین بوده. بیشتر دوست داشتم راجبه این بدونم که جای دیگه چجوریه، آدمای دیگه چطورین، اون کسایی که مثل ما نیستن چطورین.
مثلا چند وقت پیش 27 جولای همین امسال بود، شب بود، داشتم از یه جا برمیگشتم، تو آسمون یه چیز عجیب دیدم. گرن من آمادم اگه فضایی هستیدا. پشمام چرا فکر میکنید ترسیدم؟ نه، میدونی یکم مشکوک بود. آخه هیچ نوری از زمین به آسمون نمیتابید که بگم از زمین تابیده شده بود یا چه چیزی، و این نورا توی آسمون بودش و اینجوری بودش و حواس منو پرت کرد که اینا نکنه آدم فضایی هستن، چون دقیقا همون تو هم یادم اوکراین یا یه چند جای دیگه راجع به این مسئله صحبت کرده بودن و من خیلی خوشحال اینجوری به آسمون نگاه میکردم، میگفتم من آمادم، بیاید منو با خودتون ببرید. مثلا به نظر شما اهرام مصر، تخت جمشید، نمیتونه اینا رو انسان درست کرده باشه و قطعاً کمک افراد دیگه هم بوده. ما روی این زمین تنها نیستیم، خیلی های دیگه هستن که ما نمیبینیمشون. اصلا شاید یه چیزی راجع به آدم فضایی ها که خوندم این بود ممکنه باشن، ممکنه ما نبینیمشون. خیلی تئوری های مختلف هستش راجع به این داستان آدم فضایی ها و تنها جوابی که میتونم نسبت به همشون بدم و تنها نتیجه‌ای که نسبت به همه این چیزا به دست میارم اینه که ما توی این کهکشان تنها نیستیم و امیدوارم حداقل وجود داشته باشن، حداقل بیان بهمون کمک کنن، یه سری خرابی ها رو درست کنن، یه سری افراد که باعث خرابی شدن یه کاری کنن. شما هم اگه در این باره خاطره‌ای، اطلاعی، چیزی دارید حتما واسم کامنت کنید و به زودی بیشتر راجع به این مسائل ویدیو میسازم. من به شخصه واقعا دوست دارم ببینمشون. شما هم اگر دوست دارید ببینیدشون و مثل من فکر نمی کنید که ما فقط توی این کهکشان هستیم و فکر می کنید کسای دیگه هستن، حتما واسم بنویسید و لطفاً
این دکمه سابسکرایب رو هم بزنید، چون که از این بعد قراره راجع به موضوعات مختلفی باهاتون حرف بزنم.